اگر رفتو در همین قدی رو استادتو نمیدیده چی گفتنی داشتید برای استاد؟ اگر استاد ما نمیدیدیم خیلی اول سلام علیک شناسایی حال و احوال پرسی بعد با کجا روان هستی؟ یعنی خوشحال میشدیم؟ بله خیلی خوشحال میشدیم. اگر رفتو پیامبر ما نمیدیدید چی گفتنیشان داشتید؟ هیچ او گفتنیشان نداشتید؟ سوال مظلوم است بله. و رفتو اگر شما پیامبر را میدیدید براشون چی گفتنی داشتید؟ اگر من پیامبر رو میدیدم خاک پای وی رو میبوسیدم. امروز خیلی در اینترنت من با خبر هستم و خیلی غمگین شدیم از این مسئله. و رفتو اگر که پیامبر ما نمیدیدید براشون چی گفتنی داشتید؟ اکو پیامبر اگر خدا نصیب کنه در اونجا ما اون کس بینن ما با اون کس فقط حسور میکنیم که از صمیم قلب ما وفادار هستیم. اگر که در روح استازت رو بینی چی میگویی؟ استاد از کدام فن؟ فرق ندارد کدام فنی نباشد چی میگویی؟ استادم رو اگر بینم سلام میگویم. سلام میگویم. خرسند میشوی؟ بله. اگر رفتو پیامبرمون رو بینی چی گفتنی داره؟ پیامبرمون رو گفتنی هم که من اون کس رو خیلی هم دوست میدارم و بعد از آن که من اون رو میبینم من خیلی هم میخوام که گناهایم رو بخشند گناهایم رو. جان باد فدایی قدو بالای محمد پاگ سوی مشکلی سومنسای محمد جان باد فدایی قدو بالای محمد پاگ سوی مشکلی سومنسای محمد. رحمت که برام این گونه درس ها را آموخته. اگر رفتو پیامبرمون رو بینید چی گفتنی داشته؟ این دشوار است. What should you say? با فکرم زلگیری میکنم. با گمانم که گفتم نمیتوانستم همین بسنده بود که تنها یک میدیدم و با آغوش میگفتم همین بسنده بود برام. تشکر میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواستم که میگفتم که از اون دنیا با این کس همراه زندگی کنم در همسایگی و آرزوهای دلم رو برایشون میگفتم. پای او را بوسه میکردم، خاکی پایش را به دیده‌هایم میمالیدم. یه طوری گپ هم نیست برای که پیغمبر است. هر کس به نصیب نمیشد پیغمبر دیدن. وقتی که ما میسر شد این الله که یک چی بالا است، اصلا بالا است. پیامبر اونو من بسیار دوست میدارم. چی میگفتید برای پیامبر؟ ممکن گپ نمیافتم من خوشحالیم. و اگر رفتو پیامبرمون رو میدیدید چی گفتنی داشتید بهرشان؟ چی میگفتم که در بهشت ما میخوایم در نزد شما باشیم. پیامبر ما همین استاد تمام انسانیت هستند
اگر ما پیامبر رو ببینیم با سرمون بلندتر میشد، برای که پیامبر این یک پیام آور خدا هستن، چی میگن سخنی خدا رو با ما رسوندن، همین طور خوشحال میشه.